به اونه کمیسیون رسیدگی به شکایات اتباع خارجی و مهاجرین خوش آمدید. زمانی که شما به یک فیصله یا تصویب نامه اودی ریاست کل اتباع خارجی و مهاجرین شکایت می کنید، دوسیه شما برای بررسی و رسیدگی مجدد نزد ما فرستاده می شود. در برخی موارد ما در مورد شما به معلومات بیشتری ضرورت داریم. آنگاه ما شما را به یک جلسه در کمیسیون رسیدگی به شکایات پناهجویان دعوت می کنیم که یک فرصت برای شماست تا بتوانید درباره دوسیه‌تان توضیحات بیشتری ارائه نمایید. اونه کمیسیون رسیدگی به شکایات اتباع خارجی و مهاجرین اغلب قضایای مربوط به محافظت و پناهندگی را بررسی می کند. به هر حال برگزاری یک جلسه کمیسیون رسیدگی به شکایات پناهجویان یک مصاحبه جدید پناهندگی نزد ما نمی باشد. حالا قصد ما از روشنایی انداختن بر روی برخی سوالایی است که بی پاسخ مانده است. به همین دلیل مهم است که شما از این فرصت خوب تا حدی که امکان پذیر است برای بیان حقیقت و روشنایی انداختن بر روی قضیه‌تان استفاده کنید. چندین شخص در جلسه اونه کمیسیون رسیدگی به شکایات پناهجویان حضور دارند. در صورتی که وکیل داشته باشید، او در کنار شما خواهد نشست. وکیلتان متوجه تأمین حقوقتان خواهد بود. به سمت دیگر میز حضور رئیس جلسه کمیسیون را مشاهده می کنید. او حقوقدان است و سوابق و تجربیات یک قاضی را برخوردار می باشد. همین رئیس جلسه کمیسیون جلسه را همراه با 2 عضو دیگر این کمیسیون رهبری می کند. کمیسیون از این 3 نفر تشکیل می گردد و قضیه شما توسط اینها فیصله می گردد. فیصله آنها در قدم اول بر مبنا و اساس گفته‌ها و توضیحات قبلی شما به اضافه مواردی که در جلسه کمیسیون ارائه می شود صورت می گیرد. مسئول رسیدگی دوسیه شخصی است که قضیه شما را برای کمیسیون آماده می کند ولی تأثیری در تصمیم گیری قضیه نمی داشته باشد. با وجود این بازم امکان دارد که مسئول رسیدگی به دوسیه در طول جلسه سوال از شما بپرسد. در بعض موارد یک مشاور معلومات کشوری از بخش معلومات و اطلاعات کشوری در جلسه حضور خواهد داشت. این مشاور معلومات کشوری دانش و آگاهی خوب در مورد سرزمینتان دارد و صرف به طور عموم در رابطه با وضعیت کشورتان بیانات ارائه می کند. یک ترجمان هم در جلسه حضور خواهد داشت. ترجمان تمام گفته ها را ترجمه می نماید و از لحاظ کیفیت در ترجمه مورد تایید و تصدیق اودی ریاست کل اتباع خارجی و مهاجرین می باشد. این به این معناست که ترجمان در تساوی با دیگران در این جلسه کمیسیون مکلفیت رازداری دارد. سرپیچی و تخلف در این وظیفه رازداری برای تمام شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون قابل مجازات می باشد. بنابراین شما می توانید بدون هیچ کدام ترس از این که دیگران در مورد گفته هایتان آگاه شوند توضیحاتتان را در جلسه ارائه دهید. اولین کاری که در جلسه کمیسیون انجام می شود این است که رئیس جلسه اشخاص شرکت کننده در جلسه را معرفی می کند و در رابطه با اینکه در جلسه چه اتفاقی می افتد توضیح می دهد. آنگاه از شما سوالاتی پرسیده می شود و این فرصت به شما داده می شود تا در مورد موضوعاتی که کمیسیون مد نظر دارد توضیح دهید. ممکن است که این سوالات راجع به هویت، گذشته و پیشینه ایتان، فامیل یا مسائل باشد که برای شما در وطنتان پیش آمده است. بنابراین حالا حائز اهمیت می باشد که شما معلومات درست ارائه کنید. به خاطر داشته باشید که دادن معلوماتی که شما می دانید نادرست است قابل مجازات می باشد. جلسه کمیسیون ممکن است تمام روز را در بر بگیرد، اما همیشه چندین وقفه گرفته خواهد شد. وکیلتان قبل از پایان جلسه یک بیانات اختتامیه یا دفاعی کوتاه ارائه می دهد. به شما هم در خاتمه فرصت برای گفتن داده خواهد شد. این آخرین امکانی است که به شما و وکیلتان برای ارائه گفته هایتان داده می شود. پس از ختم جلسه مسئول رسیدگی دوسیه گفته ها و مسائلی که در طول جلسه پیش آمده را جمع‌بندی و خلاصه می کند. پس از این که مسئول رسیدگی به دوسیه اتاق جلسه را ترک کرد، رئیس جلسه و 2 عضو دیگر کمیسیون در این قضیه یک فیصله نهایی را اتخاذ می دارند. حالا به طور عادی 3 هفته در بر می گیرد پیش از این که به شما پیغام در مورد این فیصله داده شود. تصویب نامه
به وکیلتان فرستاده می شود و یا در صورتی که وکیلی ندارید مستقیما به خودتان. معلومات بیشتر را در مورد جلسه کمیسیون رسیدگی به شکایات پناهجویان در سایت اینترنتی une.no مطالعه نمایید.